سلام بچه ها، خوش اومدید به این بخش. اینتلیجمون رو ران کردیم، اجرا کردیم و چون حالا هنوز هیچ پروژه‌ای استارت نکردیم و ننوشتیم، قاعدتا با این صحنه مواجه میشیم و بعد روی نیو پراجکت کلیک بکنیم که اولین پروژه‌مون رو بسازیم. خب توی این قسمت تنها کاری که باید بکنیم اینه که یه اسم برای پروژه‌مون بذاریم، یک اسم دلخواه. من میذارم My New Project و توی این قسمت هم مسیر دلخواهی که میخواین پروژهتون رو توش بریزه رو انتخاب میکنین که خب برای من الان همین مسیر اوکی هست. کار دیگه نباید بکنید. میبینیم که اینجا JDK رو هم خودش تشخیص داده، اون JDK 20 که دانلود کردیم و نصب کردیم و انتخاب کرده. حالا من JDK دیگه هم داشتم که اینجا میتونم انتخاب کنم، ولی خب همون 20 رو انتخاب میکنم. این تیکه اد سامپل کد رو نمیزنیم، اگر هم زده برای شما احیانا برش دارید، چون نمیخوایم برامون سامپل کد بزنیم، میخوایم خودمون کد بزنیم. و دیگه کار دیگه لازم نیست بکنیم و به همین سادگی یه پروژه ساختیم. کرییت رو که بزنیم، ببینید اینجا توی این مسیر جاوا تیچینگی که یه پوشه پروژکت من ساخته بودم، برام اینجا مای نیو پروژکت رو انداخت و وقتی که واردش میشیم اینها آماده شده. پوشه سورس داریم که هنوز خالیه. این چیزی که اینجا داریم میبینیم دقیقاً این قسمته که اینجا توی اینتلیجم داریم میبینیم، پوشه مای نیو پروژکت و یک پوشه خالی به نام سورس که حالا میخوایم کد بزنیم. داخل سورس میریزیم کدهایی که میخوایم بزنیم. این اکسترنال لایبرریز رو هم اگر باز کنید، اینو ببندم، این همون JDK مونه که JDK 20 بود که اینجا اد شده به پروژه و در واقع محیط اینتلیج میدونه که ما با JDK 20 داریم کار میکنیم. خب حالا کار به این بخشا نداریم. کاری که باید بکنیم اینه که روی سورس، پوشه سورس کلیک میکنیم، کلیک راست و یک کلاس میسازیم. خب باید دقت بکنیم، حالا هر اسمی میتونیم فعلا برای کلاسمون بسازیم، فقط باید با حرف بزرگ باشه. من میذارم my new class و اینتر رو میزنم. در مورد کلاس و اینکه اصلا چی هست، چیکار باید باش کرد و اینا بعداً یاد میگیریم. الان اصلا کاری به این داستانا نداریم، فقط کلاس رو ایجاد کردیم برای اینکه باید کلاس داشته باشیم که داخلش کد بزنیم. و این همون اسمیه که برای کلاسمون گذاشتیم که هم نام این فایلیه که اینجا برامون ساخت. اگر این قسمت هم بریم ببینیم داخل پوشه سورس، میبینیم که برامون این فایل my new class که پسوند دات جاوا داره رو ساخت و داخلش همون کد تعریف کلاسمون که public class my new class هست رو گذاشت که در واقع این میشه اسم کلاسمون my new class که هم نام فایلیه که اینجا ساخته برامون. پس این فایلمونه، این کد کلاسمونه، چیزیه که داخل اون فایل نوشته شده و نام فایل و نام کلاس که اینجا هست باید مثل هم باشن و حالا با حروف بزرگ باشن و از این داستانا. اینو میبندیم، بریم توی همون محیط اینتلیجمون. خب همونطور که گفتم ما الان با مفهوم کلاس و اینکه اصلا چی هست و اینا کاری نداریم، صرفا ایجادش کردیم که بتونیم داخلش کد بزنیم. حد فاصله این آکولاد باز و بسته ما میتونیم کدمون رو بزنیم. خب برای اینکه کد بزنیم ما نمیتونیم همین جوری داخل یک کلاس، داخل این حد فاصلی که اینجا برامون ساخته، هر کدی خواستیم بشینیم بزنیم. برای اینکه کد بزنیم باید یک متد تعریف کنیم، یعنی کدهای ما باید داخل یک متد باشن که اجرا بشن. و اینکه متد چطوری ساخته میشه بعداً باز راجبش یاد میگیریم. فعلا متدی که اینجا تعریف میکنیم متد مین هست و به این شکل تعریف میشه که شما باید تایپ کنید PSVM و خود اینتلیج به شما نشون میده که متد مینی که میخوایم رو براتون یعنی ایجادش میکنه خود به خود، که خودتون لازم نباشه دستی بشینید تایپش کنید. متد مین همونطور که میبینید اینجا هم نوشته مین
خب از یه بخشایی تشکیل شده که ما کاری نداریم فعلا به اینکه این بخشا چی هستن به شکل جزئی، که حالا این کلمه ها چی هستن، این پرانتزه چیه و اینا چی هم، فقط اسمشو میدونیم چیه که اینجا نوشته مین و میدونیم که این قسمت سیگنچر متد هست، یعنی تعریف متد، عباراتی که کنار هم نوشته میشن تا یه متد رو تعریف کنن، اصطلاحا بهش میگن سیگنچر متد. و بادی متد، این آکولادی که بازا بسته شده محدوده بادی و یا بدنه متد رو برای ما تعریف میکنه. پس همین سه تا اطلاعات رو راجع به متد که داشته باشیم فعلا برامون کفایت میکنه. اسم متد، به طور کلی این خط اول بهش میگن سیگنچر متد و این هم بادی متد، حد فاصله این دوتا آکولاد دیگه. حالا این کلمه ها اینا چی هستن رو بعدن میخونیم. و نکته دیگه در مورد متد مین اینه که ما بعدها که حالا یاد بگیریم میتونیم 100 تا متد بنویسیم، میتونیم 100 تا کلاس داشته باشیم، 100 تا متد مختلف. متد مین یک متد مشخص هست، برای جاوا شناخته شده است و 100 تا کلاس و 100 تا متد هم اگه داشته باشیم جاوا میدونه که باید بیاد اولین کدی که اجرا میکنه رو از متد مین اجرا بکنه. یعنی کدهایی که داخل متد مین نوشتن اولین کدهایی هستن که وقتی برنامه رو اجرا میکنیم اجرا میشن. متد مین یک همچین ویژگی داره، متد اصلی هست دیگه، همونطور که از اسمش پیداست و برنامه از اینجا شروع میشه. حالا ما یک کد خیلی خیلی ساده اینجا مینویسیم که فقط یک ران بگیریم از پروژمون و بعد بریم سراغ مسائل دیگه. ساده ترین کدی که ما اینجا میتونیم بنویسیم چاپ یک مقدار در کنسول برنامه است. برای چاپ کردن یه مقدار تو کنسول برنامه، چاپ کردن یه کلمه یا یه عبارت توی کنسول برنامه از دستور sout استفاده میکنیم. sout همونطور که میگیم مینویسیمش و اولین پیشنهاد خود اینتلیJ آیدیا رو انتخاب میکنیم، دستورش رو کامل میکنه برامون. sout مخفف system.out.println هست، یعنی اینکه بیا توی کنسول یه مقدار چاپ کن. حالا چه مقداری چاپ بکنه؟ داخل این پرانتز ما دبل کوتیشن میذاریم و داخل دبل کوتیشن عبارت دلخواهمون رو مینویسیم hello. حالا بریم برنامه رو اجرا بکنیم. از اینجا میتونیم بزنیم، میتونیم هم همینجا بزنیم run. بله، توی کنسول برای ما هلو رو چاپ کرد. همین کار رو شما انجام بدید و بعد بیایید بخش بعد رو ببینید.